سلام دوستای عزیزم، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. من میس چلگیز هستم و شما دارید از طریق اینستاگرام یا کانال یوتیوب من این ویدیو رو میبینید. تمام اطلاعاتی که من در این ویدیو در اختیار شما قرار میدم سرچ ها و اطلاعات شخصی هست و تجربیات شخصی هستش که خودم به دست آوردم. اگر شما نظر مخالفی دارید یا نظر تکمیلی دارید حتما به من بگین تا من اصلاح کنم گفته هامو و با هم دیگه بتونیم مشارکت بیشتری داشته باشیم. بچه‌ها میخوام امروز براتون خیلی راحت و ساده بگم که شما چطوری میتونید یه رزومه خیلی ضعیف رو تبدیل کنید به یک رزومه خیلی قوی و همه شما باید داشته باشید. رزومه مثل شناسنامه است. مثلا شما نمیتونید پیشرفت کاری داشته باشید اگر نتونید خودتون رو توی یک برگه یک صفحه‌ای یا دو صفحه‌ای توضیح بدید. پس شما باید رزومه داشته باشین. رزومتون هم باید رزومه قوی باشه. اگر رزومتون رزومه قوی نیست شما مهارت‌های کافی رو ندارید و تجربه‌های مناسبی رو نداشتین که توی اون قید کنید یا بلد نبودید که داخل رزومتون بیارید. پس با من باشید تا توی این قسمت بهتون بگم که چطور میتونین کامل و راحت رزومه ضعیفتون رو تبدیل کنید به رزومه قوی و قابل قبول. اول از همه شما باید بدونید و خودتون رو کامل بشناسید. قبل از اینکه رزومه بنویسید یا هر چیزی یک کاغذ و خودکار دست بگیرید و بیاین خودتون رو توی 3-4 صفحه توضیح بدید. من مثلا از سال 90 تا 99 تحصیل میکردم، تحصیلات عالی میکردم، یعنی دانشگاه میرفتم. حالا به قبلش زیاد مهم نیستش. من از سال مثلا 98 تا سال 1402 ورزش حرفه‌ای میکردم. چه اچیومنت هایی و چه دستاوردهایی رو توی این سنها داشتید، توی این سالها داشتید، حتما با دیتیل بنویسید. اگر مثلا ازدواج کردین، جدا شدین، بچه دار شدین، حتما اونا رو با سال باید برین درباره خودتون مثل تاریخچه در بیارید. این خیلی مهمه که شما بدونید دقیقاً چه تاریخی چه فعالیتی رو داشتین انجام میدادید و زندگیتون صرف چه اموری شده. یعنی اون سی وی شما توضیح میده که زندگی این فرد صرف اموری شده که امور مهم و تاثیرگذاری بودن و یا نه صرف یه سری اموری شده که به کار اون طرفی که میخواد شما رو استخدام کنه مربوط نیست. پس شما قبل از همه چی باید یه ژورنال درباره خودتون بنویسید و هر چقدر که شما بتونید اینو طولانی‌تر بنویسید یعنی شما خیلی اطلاعات بیشتری درباره شخصیت خودتون دارید، درباره کارهایی که خودتون انجام دادید دارید و مسلماً رزومه قوی‌تری خواهید ساخت. خب درباره کارهاتون هم تمام چیزایی که در تایمی که کار کردید یادتون میاد و حتما یادداشت کنید، بنویسید برای خودتون. مسلما هر کسی که مثلا بین 25 تا 30 سالش باشه باید 5-6 صفحه بتونه بنویسه درباره زندگی خودش و اگه یادتون نمیاد برین از عکس‌ها، از دوستاتون، از خانواده‌تون سوال کنید ببینید چه فعالیت‌هایی رو انجام دادید و اگر که بچه‌ها خیلی گپ انداختید بین خیلی کارها، مثلا 2 سال تو خونه بودین، اینو حتما باید بهش یه جورایی حلش کنی، یه جورایی تو رزومتون جابجاش کنین یا الان مثلا برین یک مهارتی رو یاد بگیرین و جایگزینش کنین، چون این خیلی نکته ناپسندیه تو رزومه. گپ تحصیلی و گپ کاری، یعنی مثلا شما از سال 98 تا سال مثلا 1400 اگر هیچ کاری نکردید با این که مثلا کرونا بوده، اینو باید یه جوری بپوشونیدش. خب وقتی که شما 3-4 صفحه درباره خودتون نوشتید و کاملش کردید، حالا میرین طبق الگوریتم سی وی یا رزومه خودتون رو شرح میدین. خب شما مسلما تا 14 15 16 سالگیتون که توی دبیرستان بودید مهم نیستش، محصل بودین توی اون تایم، از 18 سالگی حالا می نویسید یکی یکی داشتید درس می خوندید یا داشتید کار می کردید، اگر که ازدواج کردید یا هر کار دیگه می کردید اصلا مهم نیست، اتفاق شخصی زندگی شما اصلا مهم نیستش، قیدش نکنید. تحصیلاتتون رو بنویسید، رزومه کاریتون رو بنویسید با دیتیل، کجا کار کردید، چه کارهایی انجام دادید و همچنین اگر توی اون کار یه سری مهارت ها رو به دست آوردید قید کنید.
میگم تو قسمت مهارت ها مثلا می‌نویسین که شما مهارت اکسل و فتوشاپ و نمیدونم کاشت موجه و کاشت ناخن و مو آرایش و میکاپ و آیلش و همه اینا رو بلد شدین توی مثلا این 2 سالی که توی فلان سالن یا فلان شرکت کار کردین. اینو حتما قید کنید. اگه مثلا شما باعث شدین که یک مجموعه پیشرفت خوبی کنه، اینو حتما تو اچیومنت هاتون، توی دستاورداتون قید کنید. مثلا چی؟ مثلا شما داشتین توی یک سالنی کار می‌کردید، یه دفعه مثلا این سالن به خاطر اینکه شما اونجا داشتین کار می‌کردین تغییر محل داده و پرسنل اضافه کرده و شما مثلا روزی 5 تا عروس انجام میدادید و به خاطر شما مثلا اون مجموعه باعث شده که خیلی مجموعه به نام و معروف بشه. این اچیومنت شما حساب میشه. یا مثلا شما خارج از کشور فستیوالی بوده شرکت کردیم و از شما تقدیر شده به عنوان کسی که مثلا توی کارش خیلی حرفه‌ای هست. اینا رو حتما قید کنید. و درباره اسکیلا گفتم، درباره تحصیلاتتون گفتم، درباره خودتون هم باید یک جمله 3 تا 4 خطی در رزومتون بتونید بنویسید. یعنی از همون خلاصه ژورنالی که درباره خودتون نوشتید توی قسمت about me باید خودتون رو کاملا بتونید توضیح بدید. بچه‌ها نکته های دیگه‌ای که هست اینه که بعضیا مثلا میان با یه برندهای خاصی کار میکنن که هر کسی بلد نیست. اینا رو حتما قید کنید. حتی اگه برندهایی رو هم استفاده میکنید که معروف هستن حتما قید کنید، چون خیلی جاها براشون مهمه که شما با چه برندهایی کار میکنید. اینو هم نکته رو در نظر داشته باشید. و یه چیز کلی درباره سی وی بگم. ببینید سی وی یه جورایی مثل صفحه پروفایل اینستاگرام هستش، اما به صورت مکتوب. خب یعنی چی؟ این شما مثلا میخواین برین یه جایی، خب میخواین از اینستاگرام انتخابش کنین، هیچ کس بهتون معرفیش نکرده و میخواین ببینین آیا قوی هست یا نه، میرین تو صفحهش، میرین توی صفحه اون خانم یا آقا یا اون شرکت، صفحهش رو نگاه میکنید. چرا؟ چون یک چشماندازی از شخصیتش بهتون میده. سی وی هم خوشبختانه یا شوربختانه همین حالت رو داره. یعنی شما هر چقدر آدم خوبی باشین اون بیرون، سی وی چون یک برگه هستش و شما اونجا حضور ندارید، میاد یه چشمانداز، یک تصویر از شخصیت شما، از کارایی های شما به کارفرما میده. پس هر چقدر قوی تر بتونین ارائهش بدین، چه تو دیزاین، چه توی اطلاعاتی که درباره خودتون نوشتین، چه توی مهارتاتون، چه توی تحصیلاتتون، بهتره. واسه همین میگم اگر که فکر میکنین سی وی که دارین مینویسین به تصحیح نیاز داره، به نگارش نیاز داره، چون من مسلماً تک شما رو به شخص نمیشناسم که بتونم توی سی وی نوشتن و توی ژورنال نوشتن بهتون کمک کنیم. خودتونی در نهایت شخصیت خودتون رو میشناسین که اگر چه بسا اگر من همه شما رو میشناختم قطعا این کار براتون میکردم، ولی خب انسان محدوده. و بتونید خوب ارائه بدید اون سی وی رو، بتونید هر چقدر خوبتر ارائه بدید، مطمئن باشید بهترین شغلا رو میتونید به دست بیارید. من خیلی این کار رو امتحان کردم و الانم راحت میتونم بگم با یک سی وی خوب میتونم هر جایی از کره زمین دلم بخواد یه شغل خیلی خوب داشته باشم. اما خودم خیلی مهارت ندارم. خودم شاید همین مهارت بلاگینگ رو یکم داشته باشم، یکم مهارت ارتباط اجتماعی رو داشته باشم، پس اینجا میمونم رو مهارتام کار میکنم. پس شما اگه مثلا 1.5 ماه موژه یاد گرفت، دل نداره برین مثلا برای خودتون سی وی درست کنین و بخواین اقدام کنین از کشور خارج بشین. نه عزیزم، شما باید بمونی کار کنی، یاد بگیری، 5 تا سالن بری، 4 تا این ور اون ور بری، زبان تو قوی کنی که بتونی اونجا رفتی. هر چقدر کارت خوب باشه زبانت خوب نباشه، این طرف کار میلنگه. که اصلا کلا فکر می‌کنم در رابطه با زبان به عنوان یه آدم دو زبانه، نه به عنوان آدمی که حالا خیلی اطلاعات خاصی داره، به عنوان یه آدم دو زبانه عادی، نمیدونم حالا من 3 زبانه میشم یا نه، چون من فارسی و انگلیسی و عربی رو بلدم، ولی 2 تا زبان منظورم عربی و انگلیسیه. زبان خیلی موضوع مهمیه بچه‌ها. هر چقدر که شما کارتون خوب باشه، اگر نتونید با مشتری و با کارفرما و با آدمای جدید توی محیط جدید ارتباط برقرار کنید، یه جای کار میلنگه. شما حتی شده باید درباره اون کشوری که میخواید برید توش ورود کنید 6 ماه قبلش
1 سال قبلش درباره اینکه آیا فرهنگشون چجوری هست، توی چه شرایط و موارد چجوری برخورد میکنن، بعد اینا رو سرچ کنید که نه اونجا شوکه بشین، معذب بشید یا مثل تمام کسایی که بدون تصویر از پیش رفتن یه حالت اینجوری نروس بهتون دست بده. خیلی راحته بچه‌ها، خیلی چیز عجیب غریبی نیستش به نظر من به عنوان کسی که اینجا داره زندگی میکنه برام راحت تر اونجا زندگی کردم، ولی به خاطر اینکه یه شرایطی دارم که اینجا رو بیشتر دوست دارم و دوست دارم اینجا اطلاعاتم رو افزایش بدم و خب راحت تر میتونم توی محیطی که از لحاظ روانی راحت تر هستم بیشتر میتونم علم کسب کنم و اعتماد به نفس بالاتری دارم، ترجیح میدم اینجا بمونم. ببینید دو موضوع هستش که برای ما داره الان هی اتفاق بیشتر میافته، مخصوصا توی همسن سالای من که هی دارن تلاش میکنن واسه اینکه زندگی بهتری داشته باشیم. همه ما مسئولیم در برابر هم دیگه. یعنی من که الان اینجا نشستم وقت گذاشتم و 10 دقیقه و 54 ثانیه دارم یه ریز میگم، به خاطر حس مسئولیتی هستش که اگر توی خودتون بیدارش نکنید، دوستتون، اقوامتون، فامیلتون، هیچ کس نمیتونه پیشرفت کنه و اگه اونا پیشرفت نکنن شما هم میمونید، شما هم پیشرفت نمیکنید. شما حتی یک درخت، به قول بنده خدا میگم یه درخت تو برزیل هم قطع بشه شما مسئولشین. پس شما باید خودتون رو ارتقا بدین، مهارتتون رو ارتقا بدین، زبانتون رو ارتقا بدین، حتی اگر سخته که میدونم چقدر سخته، چون من تمام اینا رو تجربه کردم و حتی هنوز هم بینش هستم و مثلا من الان میخوام اپلای کنم یک کشور خارجی برم درس بخونم، میدونم که یک کشور جدیدی که من هیچ زبانی ازش بلد نیستم، اون کشوری که میخوام اقدام کنم، میدونم که چقدر سخته ولی دارم باهاش عادت میکنم، دارم بهش فکر میکنم. شما هم بهش فکر کنید، بهش عادت کنید و مطمئن باشین موفق بشین. مطمئن باشین که موفق میشین. اول از همه CV قوی داشته باشین، دوم از همه اطلاعات قوی داشته باشین درباره مقصدتون، سوم از همه اصلا بدونید که آیا شما میخواین توی این کار ادامه بدین یا نه. یعنی مثلا من که کارم سال مو آرایی و بافت بود، توی سن 29 سالگی به این نتیجه رسیدم که اوکی دیگه نمیخوام اینو ادامه بدم و این خیلی موضوع نرمالیه. شما یه زندگی دارین که خودتون میتونین وسطش تصمیم بگیرین چه کاری رو دیگه انجام ندین و یا چه کاری رو شروع کنین. امیدوارم که این اطلاعاتی که در اختیارتون حالا خیلی پراکنده در اختیارتون قرار میدم مفید بوده باشه. CV تون رو حتما قوی کنین، مهارتاتون رو قوی کنین، مهارت‌های زبانتون رو خواهش میکنم قوی کنین. اگر زبانتون خوب نیست سخته جایی برین که نتونین ارتباط برقرار کنین. و اینکه جدی باشید تو این موضوع. ببینین زندگی جنگه، اصلا قرار نیستش که شما تو زندگی بهتون خوش بگذره یا مثلا با خودتون بگین نه درست میشه، نه اصلا قرار نیست درست بشه، همه چی قراره بدتر از این بشه و شما قراره با این بدتر شدن هی وضعیتتون پایین و پایین‌تر بشه. پس باید یه جایی دستتون رو بگیرید به زانوتون و پاشین و برای خودتون یه کاری انجام بدین. مثل خیلی از آدما که توجیه میکنن نباشید. توجیه کردن یه نوع فراره، اینستاگرام گردی یک نوع فراره، ارزم به حضورتون کارهای بیهوده، غذا خوردن، بیرون رفتنهای الکی، مهمونی رفتنهای الکی، اینا همش فراره. نذارین که این مهاجرت هم تبدیل بشه به یک فراری که شما به خاطر اینکه نمیتونستین اینجا خودتون رو ارتقا بدین رفتین یه جای دیگه که فرار کنین از اینکه با این باور آشنا نیستین که اوکی من نمیتونم اینجا خوب باشم. خوب بشین، قوی بشین، با یه چشمانداز، با یک قدرت خیره کننده برین یه جایی بگیم من فلانیم، نه که از طرف فلانیم. به همین راحتی. همش دست خودتونه به نظر من خودم هم خیلی افسردگی و خیلی روزای عجیب غریبی رو پشت سر گذاشتم. حتی خارج از ایران اینو بیشتر لمسش میکنم وقتی میرم اونجا و میبینم که اوکی من که میتونستم بهتر باشم، چرا اینجوری اومدم اینجا، چرا انقدر بی‌دفاع و بی‌سلاح اومدم توی جنگی که این هم آدم موفق و خوب هست. بهتر کنین اول اون ذهنیتتون رو عوض کنین، قطعا موفق میشین. هیچ چیزی کار نداره، هیچ کار خاصی نداره، فقط کافیه شما تمرکز کنین و تعریف کنین واسه خودتون که چی دقیقاً میخواین. اگر میخواین که زندگی عادی تلویزیون، اینستاگرام، سریال، نمیدونم
یه زندگی همینجور داشته باشین اینجا بهترین جاست. ولی اگه نه میخواین یک جایی که رفتین همه بگن فلانی اومد، یه جایی که رفتین همه تحسینتون کنن، تشویقتون کنن، حالا اصلا مهم نیستش که حالا بقیه چی فکر میکنن، خودتون با خودتون جلو آینه که وای میستین بگید دمت گرم، تو بودی، تو اون آدمی بودی که منو نجاتم دادی، تو اون آدمی بودی که من ازت هر روز خوشم میاد. حس خوبی به خودتون داشته باشید. لطفاً روی مهارتاتون، مهارت‌های زبانیتون، سی ویتون، روی یادگیریتون کار کنید. من خودم دارم کار میکنم و هر روز به خودتون نمره بدین، هر روز کاری که انجام دادید رو یادداشت کنید، هر روز خریدهایی که حتی کردین رو یادداشت کنید، خرید چرت و پرت رو انجام ندین، جاهای چرت و پرت رو نرین، آدمای مزخرف رو نبینین، حرفای بیخود با هیچ کس نزنید. اوکی مثلا فلانی دید چه کار، اصلا مهم نیست، من سال‌هاست از این حرفا نمیزنم و دوستام او مای گاد دوستام هم سال‌هاست از این حرفا با من نمیزنن، سال‌هاست دوستام برای من پستای چرت و پرت نمیفرستن، سال‌هاست مهمونی‌های بیمزه لوسی که فقط میخوایم فرار کنیم از واقعیت نمیریم هممون. و خیلی خوشحالم که اگر بتونم افراد بیشتری رو با خودم همراه کنم و اگر این اطلاعات به دردتون خود حتما واسه دوستاتون بفرستین. ببخشید که پر حرفی کردم ولی خب لازم دونستم که واسه ابتدای کاری که میخوام خودم انجام بدم تا خودم از خودم راضی تر باشم این اطلاعات رو در اختیار دوستان قرار بدم. خداحافظ.